داستانم از آنجا آغاز شد که تقریباً 4 ساله بودم. در آن زمان پدرم من را گرفت و به روسیه برد و مادرم در تاجیکستان بود. بعد از آن خواندن قرآن را در 2 ماه فرا گرفتم، الحمدلله. بعد از آن قرآن را در 1.5 سال کامل حفظ کردم، الحمدلله. زمانی که حفظ کتاب الله را شروع کردی 4 ساله بودی؟ بله. و بعد از 1.5 سال قرآن را کامل حفظ کردم. قرآن را در 7 سالگی تمام کردم، چرا که ما بعضی مشکلات داشتیم و در وطن خودمان نبودیم. 1 ماه می‌خواندم، 2 ماه دیگر مشکلات پیش می آمد. بعد از اینکه 7 ساله شدم برگشتم کشور تاجیکستان و 2-3 ماه تاجیکستان ماندم. بعد از آن به کشور ترکیه آمدم. اولین چیزی که در ترکیه یاد گرفتم عربی بود. عربی را فقط کلماتش را یاد گرفتم و بسیار کم، و مادرم کلمه به کلمه برایم یاد میداد. وقتی در مجموعه های عربی رفتم آنها حرف میزدن و من خیلی کم میفهمیدم. عربی را یاد گرفتم و بعد شروع به حفظ متون کردم. اولین چیزی را که حفظ کردم متن 40 نووی بود. سپس متن الجزریه را حفظ کردم. بعد از آن با شیخ احمد ابن سید حفظه الله آشنا شدم. او استاد من است که من را به این طریقه راهنمایی کرده. اولین باری که با او آشنا شدم من را به حفظ صحیح بخاری امر کرد، در حالی که بخاری کتاب بزرگی است. کمی از آن کتاب حفظ کردم. بعد از آن کتاب شیخ یحیی را حفظ کردم که احادیث بخاری و مسلم را یک جا کرده بود. همه‌اش که 6 جلد بود، در 6 ماه حفظ کردم، الحمدلله. و شاید این به نظر شما جالب برسد، چون که من آن زمان خردسال هم بودم و اینکه در 6 ماه حفظ کردن 6 کتاب کار آسانی نیست، اما خدا به من این توفیق را عطا کرد. بعد از آن حفظ کتاب زواج السنن شیخ یحیی را آغاز کردم و در آن کتاب های ابو داوود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه و دار می باشد و آن را در 4 ماه حفظ کردم. یعنی من جمع بین صحیحین و زواج السنن الخمسه را در 1 سال مکمل حفظ کردم، الحمدلله. تعداد همه این احادیث چقدر است؟ تقریبا همه‌اش 12,000 حدیث است. یعنی 4,500 حدیث است، لکن وقتی به اساس روایات بشماریم تقریبا 12,000 حدیث می شود. بعد از آن حفظ متون را آغاز کردم. الحمدلله من الفیه ابن مالک را حفظ کردم که 1000 بیت بود. بعد از آن الاجرومیه را حفظ کردم، الحمدلله. الفیه را در 1 ماه حفظ کردم. بعد از آن متونی را در حدیث حفظ کردم و متونی را در حدیث عمدة الاحکام حفظ کردم. 40 نووی را هم از قبل حفظ کرده بودم. همچنین تحفة الاطفال را حفظ کردم. همچنان ملحة الاعراب را حفظ نمودم. منظومة البیقونیه و عنوان الحکم و بعضی متون دیگر را هم حفظ کردم، الحمدلله. برادرم سعد، آیا برای این متون مسلط میشوی و نگه میداری یا اینکه چگونه برمیگردانی و حفظت را خوب نگه میکنی؟ این سوالی است که مرا متعجب ساخته است. با این سن و سال اینقدر ذکاوت. الحمدلله هر متنی را که 1 بار میخوانمش و حفظ میکنم دیگر تا 4 یا 5 ماه از یادم نمیرود. اگر تا 4 یا 5 ماه گردان نکنم از یادم میرود، لکن من گردان میکنم و تکرار میکنم. هرگاه که متون را گردان میکنم میبینم که بر کدام متن مسلط نیستم. اگر که مسلط شدم میروم بالای متن دیگر و این گونه حفظ میکنم. الحمدلله اکثر متونم را خوب حفظ هستم و همه اش را می توانم در 1 روز بخوانم یا 2 روز.
شنیدیم که در زبان هم مهارت داری و میفهمی و بلد است. اصلا زبان تاجیکی زبان من است، لکن زبان روسی را در کشور روسیه یاد گرفتم. آیا تاجیکی با روسی فرق می‌کند؟ بله، تاجیکی زبان فارسی است و روسی را در روسیه یاد گرفتم. بعد از اینکه ترکیه آمدم عربی را فرا گرفتم، بعد از آن ترکی را یاد گرفتم و حالا تلاش دارم که انگلیسی را بیاموزم و این بسیار مهم است برایم. برادرم سعد، نظرت درباره کسانی که دوست دارن کتاب الله و این کتاب‌های حدیث را حفظ کنند چی است؟ دیدگاه تو در این مورد چی است؟ زیادتر آنها اوقاتش را ضایع می‌کنند، با تلفن و گیم و دیگر مسائل مصروف می‌باشند. چی نصیحتی به آن جوان‌ها داری؟ دوست داریم دیدگاهت را در این مورد بشنویم. من برای هر دانش آموزی نصیحت می‌کنم که وقتشان را زیاد هدر ندهند، چرا که وقت قیمتی ترین چیز در زندگانی دنیا است. اگر 1 دقیقه وقتت را ضایع بکنی، دیگر تمام دنیا را هم که بدهی نمیتوانی دوباره به دست آوری. وقت خیلی قیمتی است، پس نباید در چیزهای بیهوده مثل موبایل و بازی ها مصرف شود. کسانی که زیاد بازی می کنند و وقتشان دارن ضایع می کنند، اینها همش وقت را تلف می کنند. یعنی کفار می خواهند که برای جوانان مسلمان از ما بگیرند، طوری که ما تنها بمانیم و هیچ دانش آموزی نداشته باشیم و نتوانیم با آنها مقابله کنیم. آنها همین را می خواهند. کفار به دنبال همین موضوع هستند، پس آنها به همین طریقه جوانان را گمراه می کنند. در آینده می خواهی چی شوی و علاقه‌ات چی است؟ من الحمدلله همین قدر حفظ کردم، لکن حفظ مثل چیزی نیست که علمای سلف یا علمای قبل از ما حفظ می کردند و من می خواهم که مثل یکی از علمای سلف شوم، مثل امام احمد و بخاری و مسلم، چون آنها امامان ما بودند. الحمدلله. برادرم سعد، امیدوار هستم که انشاءالله اینقدر متونی که حفظ کردی و کتاب‌های زیادی که حفظ نموده‌ای بتوانی در آینده یک عالم بشوی و یک شخصی بشوی که خودت حاشیه‌هایی بنویسی و خودت بتوانی کتاب‌ها را به صورت تشریحی بنویسی. برادر عزیزم، خیلی تشکر شیخ سعد.